قصه عشق ما تو من مال ورد زبونه هر کی خواست عاشق نبوه درد ایمان ندونه قصه عشق ما تو جور فرهاد و شیرینه وایو که پر درد بازم غم اسمیم دلی نشین. نه اینو بهت احترام نمیکنید من اصلا جای بشینید اصلا اینو واسه سیم خیلی سخته. مسعود اصلا نه سخته. نه اصلا ریان خانم به خدا قسم یعنی بخوام درست کنم بلا واسه چی برام همه چیز اصلا زندگی کلا همه چیز زندگی خرابی کنم همه چیز زندگی خرابی کنم کلا همه چیز زندگی نابودی کنم راست اصلا اینو من اصلا بخوام چیزی نمی‌دونی واسه هیچ چیزی ریان دست اصلا ببرد خواهشت کنم مسعود زندگی داره نابودی بود از این بدتری بوده نابودتری بوده ما خودمون مشکل خانوادگی داریم به تو هم ربطی نداره اگه تو یه خانمی فقط به هم تا زیب کن فقط زندگی تو بکن کار نداشته بود یعنی چرا من ربطی نداره من رد دارم خیلی خوب شان داره هیچ ربطی به تو نداره هیچ ربطی به تو نداره میخوام اصلا دخالت کنی داخل زندگی ما الناس مسعود چرا الناس داری چرا الناس داری من نمیدونم بیا سارا بیا رو پیکاره بیا سارا نه بیا سارا مسعود الان میخوای بگو چرا رو پیکاره میشه با الناس به خدا قسم بیاری بدی این زندگی منو بخوای با آتیش بچشونی خانواده منو از بخوای از خودم جدا کنی الناس روزگارت سیاه کنم دستت درست زیر دست من اینطوری قیافه نکن وایسا سیما استراحت به از این نمد زمش که بری کار نداشته بابا خواهشت کنم تو داخل طاقت کار نداشته بابا مامو خواهشت کنم برو داخل طاقت مسعود فعلا تو که باز کاری بهش کنه داشته بود الان چه دیگه بگو چه تو بگو چه الناس بخوای زندگی من از این بدتر کنی بدی بینی روزگارتو سیاه کنم همین الانم دارم بهت گفتم همین الانم دارم بهت گفتم ریانه خواهشت کنم این خانم فقط طلاقش خیلی بدی اگر بخوای هزینه کنی همین الان کارتو تموم کن تا به اون جای نچشیده باشه زندگی من برادرم با زندگی منو خراب کنه خودت هم دونین همه چیز دونین خودت تا همه چیز هم دونین که حتی مادرم هم همه چیز بهم گو که بلا ایجو داری همه چیز بهم گو مادرم همه چیز گوش که الناز بیا طلاقت بسون از ایره بره فقط خواهشت کنم این خونه نه فقط تحویل بده از ایره بره مریت بسونه بره از ایره بره دست از سرم بردادیه خسته با بیرم از این زندگی ریانه تا هم مریت پرداخت کن هر چیزی خواست دو برابر سه برابر بهش بده تا بره دنبال کار زندگیش ولی باشه سش یه دو کلمه یه صحبت دارم الناز دارم بهت میگم زندگی ما رو خراب نکن اگر دیخت گوش کن مریت بسون پولت بسون نفقه داری هر چیز داری ایسونیشو از ایری ری بخوای به برادر ما بخوای گوش کن دادگاه معلومی بود استراحت من به والاسیمو هر چیزی خواستی روزشون بهت میدم ولی الناز نیخوام زندگی ما رو خراب کنی برادر من نیخوام ازم جدا کنی نیخوام اصلا زندگی ما رو خراب کنی گوش کن از این پولت ایسونی و از ایری ری مسعود همینه هیچ چیزونه از این راه ولش نشته بودم تمومش کن یه هیچی نگو بعد بگو پیل بمان نره روزی دادگاه دست میویل برا پی کارت الناز خواهش کنم یک بار دیگه بخوای داخل زندگی ما و برادرام زندگی منو بخوای خراب کنی به آتیش چشونم من بس تو نیستم روزای زنده من خراب شد تو رفتی کارجاری ما دارم میرم جایی کار دارم ولی روزگارتون یکی رو سیاه کنم مسعود وقتی با الان کارتونه یادم نکنه مسعود کارتونه ریانه ما دارم میرم یه قرصای دارم از داروخونه بسونمشون حالم خوب نیسته دارم سگده زنم الان دارم یه باز سگده زنی ببین برای الناز برای خواهش داخل این زندگی مده داخل نکن برای دیگه برای دیگه برای داخل تو برای داخل خونه
برای نیخوام داخل زندگی میخوام دخالت کنی خواهش کنم داره این جلوم داره پاره بویه داره فشارم میاری پول مریت و نفقت از دستم نه بیشتر فشار خود میاد ولش کن برای دیگه خواهش میکنم دست از سرمو بردار برا بابرت بیمارستان بابرت تیدوی روانشناس ریانه دیونه شما برای داخل اتاقت ما دارم یه رنجایی کار دارم بعدا یه اجادم برم یه قرصا دارم بستونم بیام از دار خونه باشه برو حتما انشالله نمیرجردی برا انشالله چه نیرجردی دیونه روان اصلا بکن خدا یک چیک نیستم چیکاری ریانه مواظب تا بیام باشه برو فقط برو حتی آره برو سلام خسته نباشید آقا مسعود نمیرو آقا مسعود اعصابش خورد با ماشین اومد فکر کنم دنبال به سیدش نه دامن به تل تعریش بانه بسه دامن رسه تعلیم مدرسه شده؟ اگه تعلیم مدرسه شده بود احتمال داره بیا هم میرو بیاره همین فیروز کام مسئول خواست به ایران سر بزنی؟ نه اعصابش خورد زیان مادر سیش گفته کلا زیان فهمه شدی الان اعصابش خورد با اناز هم بستی ما بخیر چی باش صحبت نشید مسئول امروز دیروز مسلم دعوا چی اومد هم مورد داخل کوهستان خواست با الناز دعوا کنیم با بسیار دعوا کنیم خواست باش مسئول صحبت کنم اون جریانش سبی خواست باش صحبت کنیم درباره این کار چه کاری؟ اون سیمون نگفت جریان سبی خواهد نمید؟ ابوالفضل بله کار به کار مسئول نداشته این مسئول کار خوش زندگی خوش ادامه بده نتیگم هیچ کار به کار چیزی نداشته بوده تا این خوش زنش بسیار چیز زفت کنه کوهستان بود ایلو بود هر جا بود کار به کار اینه نداشته بود این دیگم نخالم به کارش بود پدر به تو چی حرف زنی من قبول نکنم مسعود نیتر بچه زد کنه اینا نخواه طلاق بسونه مسعود خن بچه نیتر زد کنه میخوام برن سرپناه بار داشته بوید بار یه چی که مشو کنه یه جای برسه الان بار بچه لم مدرسه هیچ که نیستو که مشو کنه باید یه جای برسونشون یه خرزی درارسیشون ایستنه میگویه چی مسئولی کار چه باید الان میخوام برن با ناز هر جوی چه خوش قبولی کنه درخواست طلاق به خانه میخوام باش زندگی کنم میخوام باش ازدواج کنم چی خوش قبول چه انا چم باید یک کاری کنیم که باید طلاق از مسعود طلاق بسونیم باش یا هم مستن یه چیمون باش ازدواج کنیم قبول نچم و با خوش به چه لذت کنیم اتوی چی من پیچ کنم با مخوام برم سرپناهشو بگم بیشتر فشون از پس مسعود هم در پیش نیست مسعود ریامن گرفت دستش امور باشه زندگی کنه اصلا کار بهش ناره میگه بچه لام کنه استری بچه لام بزنه پیش بچه شانی کنه ریامن اصلا به خاطر پیلش گفت پیل داره باید زندگی کنم ریامن همین تطلاق بده چی
خاطر پیشی حتی فعلا کار نهاشته بود تا چی بود؟ بله. خب پدرم بردیم ناز اصلا هیچ قبول نکنم خواهش تکنم اینا فعلا دست برتا تا درخواست داغری دامنه خواست کنی ناز خوش هلا بیچه الان آن چه یا بینی اینا سهم بوده تلاقش بسونه بره از اون بره بچه هم بوده خیلی ویسنو بچه بو باید از اون برای دنبال بچه بجادی دنبال اینا بجادی اینا زای نه آره چه برد بزار زحمت این تونه راست شد جمله زندگی کنی این زای نه آره چه برد بچه بود تلاقش چه بسونه چی به جیش نه آی تری زای فرار کنه برای بچه که هم بعد رو بوده زای برای الان مسعود تدارش استدار تدارش ایسر مسعود تیخش خبار زندگی کنی مو حقیقت اجماع اطلاع شخصی ها باشه داری میخوامش گفت فردی چی صحبت کنی تو گفت فردی که این حرف نزدی ليش كمان؟ ولی خب از این زینا بیام زدیم مخاطب ست زی بعد آخر زنگ مسعود خراب شدی اندو ست این مرفز رتا بلاد کن ما چه خیلی باید به این زن سکال داری باید ناز میخوام من زندگی مسئولی را رد کنم نازم بازم چی چه باید کنی؟ چی سرات بازم بازی؟ تبستی اصلا میخوام ناز زندگی تو بود الناز اخي بردار کنی کو برا ایزا ناش برا ما ساعتنا جو میخوام بشم برا باید نبید تو بشی نورو تو بشی کار نداشته بود میخوش مریضی نه خوش مریضی کار نداشته بود میخوام این زنه که ناز من این زندگی محصولی رایش کنم بازم میخوایی بره بود سراغش من خواهم بیان سراغش تو خبر نداری زنان شد بره اونو بشی باش تو چی کار ای دوری؟ اصلا الناز طلاق بره یا نه؟ این ناز میخوام بیام زندگی تو میخوام بیام بس ما چه کنی دیگه؟ میخوام اصلا رایش کنم این زندگی بره برای کورو ای گوی سه میلام چی نیلام برای میخوام اصلا باستی رو سنه ليش كمان مسلم ليش ليش كمان مسلم ليش دايسي ليش كمان ليش هارو هارو بس باطنی مسلم هارو بس باطنی برای سلام ليش كمان یخایوس برای سلام مردش میشه بس کنی ليش كمان نه مردش نه مردش تو سقی منی بو سلام تا ساعتی چی با خود ببر سلام ببر سلام نه بینو من داخونم ما سیسی یعنی دیروزی تو چون من دعوانه نی تو رفتی مزین منی زي دخالات کنی مسلم بشيله زي دخالات کنی زي شو کنی زي بشینو اصلا بهشاد دار رفتی نه چه رفتی دار. یا برات بهشاد دار رفتی نه بیا حسابتی کنم من با ایشاد تا سچده میخوام بزنم سر بی باشاد تا نه شتونه بچه برای نوتو زید خراب چه زنده بیا چی میده چه زنده من خراب کنی الناس خاطر لا بسونه ما با سپنا بچلو ما با بچل زفتی کنم گو خدی تو سرپرست گو خدی الناس کنی ساج کنی زاد الناس برو السلام عليكم چیه چی چی مگولا من ترى اینا شاشا بشه بریش شاشا بشه بریش ناراتی سین برمون خوبی سیمال برو ورست تا بچه برو بشید مداش که ابات موسیقیش ما اینو باید میکنم سر زاب برو بشي مسلم برای سلام برای
طبعا آیت سوی آیت سیاسی بدن میتونم خیلی میگن سیاسی حالا بیا بشی اما بیا این مرسه بیاشون به درختن آقا نکن ناراحتی داره گفت مادر پای زنده ناز و نابود شد دیگه میخواه بتر باش ازدواج کنی دنگ رفتم میرا پاش توی پاش کنیم نه مستقیم ارزانه بورکن میوه تا بخن یا در نبینم درباره این زن الیاس صحبت کنیدم زن میوه تا چه خردید زمش کن ببینم یه هفته دنبال الیاس این زن صحبت کنی درباره الیاس نبینم صحبت کنیده یا پرت در سیمون مگو سرشد بزن این کار الیاسه این کاری کنی چه زنده اعلان با خراب کنی الیاس زندهش خراب و بیچ اوبی و تر رفتی ندام و تر رفتی ندام و تو محسن رب داره چرا قیرت مسئوله کنی یا زنده دیگه مسئول زنجشی زنم یاد سراغ تو سلام مکن اصلا نباید دخالت کنی اصلا مسئول احنار بیام داخلی اصلا داخل زنده مرسوم نیخواد دخالت کنی هیچ ساس نکنی مادر بیا برا داخل اتاق اصلا سلام کن زمش کیلو زمش کیلو بیا برا من اصلا مسئول احنار بیام داخلی ساختم نه سنا مسئول احنار بیایو مسئول داخل باریانه باز زنده شمولی کنی احنار بیایو حق داری با رایانه چیزی بیا زندگی کن اما با الیاس رفتی با الیاس رفتی بیا برا داخل اتاق نزانم بینم تو رایزی استرسلم نمیتونم مسئول چیه؟ با ترسون مسئولی در خود من نیاد داخلن توی از بسی شروع بیا با تو بیا با میخواد در باز بیا با میخواد در باز بیا در باز شروع کنیم اصلا چیزی راست شدی یه لحظه صبر کن برادر رقبو تو با چه حقی اومدی درخواست ازدواج با الناز؟ با چه حقی اومدی؟ ها؟ زیاد سنید با چه حقی؟ جنگ خود نداره یه رادیه چی حرف جزایسی؟ حرف چی جزایسی؟ خواه چی ندرویه؟ چی ندرویه؟ چی حرف جزایی هستم؟ تا الان همه حرفا تو کلن دروغی هم تو هم شکوفه هم این نامرد روزگار عوضی کلن داره تهمت دروغ چیزی همه چه کلن داشتی من رو خیانت داشتی چیزی نمو اومد قصد چی تو با هم تو حرف لیش نالا گوشت تو مایه تایید لیشی دیسی ما در بهش بگو چه کشی گفته همش کار دیروز چی میگو؟ همش کار تنه چی میگو ما دوستی زنگ
اگه رفتم اون سراغ جرفتم تا با فضی سراغ اینا جرفتی آج خاله واسه چه حقی؟ چه حقی؟ چه حقی داری کار کنی تو؟ پدر ناری چه بلا یلا گوش کن بابا تو ناری چه بلا داری واسه بره شو ورده بیاونای 23 بشینیم تعریف کنم حساب کتاب سنه الان موقع نشستن نیسته خیلی چیکار کنیم الان کار دارم ولی این خواهم نرم این آدمه با این خواهرامو دارن میان از او رو نقشه ها کشیدن بیستیمو که داشتن این خواهشم یه بلاها بستن رو باره ولی کور چه خونده که بخوای به او رو این بلا بستن رو باری یه بار بیت پیداتم با او رو درستی کنم هم بهت گفتم الان هم به خاطر بابامو که یعنی کاری بهت نیکنم ولی اگر نه الان این بابام ایره نبیره ریش استفیده الان که داره جلو ما ساله وگرنه اگر ایره نبیره کاری یا تو کردم که دست و پات دقیقی چرا نزیلو همین الان هم داره بتیمو اصلا این خونه برای ساعت تو ما یه زمین رو خونه ما چیه؟ بابا دارد تو خونه ما چیه؟ رفتی ریاضی من داخل زندگی خلاص اینا خطرات اصلا چی خیلیتونه این از تو خطرات رب نداره چی خطرات تو بشین بشین زندگی ما بشین اینو با اون سال اصلا تو یه چی تو ولم کن دست نه چی بیا برس موسه بخوا از عدد داخلی تو برای سومه سرا همتون بلش کنه حالا تا بابری سرا مادر اساس تا بابری سرا این موش داخلی خود موش تا یه چیز زنده خراب کرد یعنی نوبت منه همینه زنده خراب کرد با باید حساب رو بچشم میرم باید درستش کنم باید درستش کنم باید زمان درازی کنسی میرم من داخلو با تو زن محسوس درازی کنسی ما زنی زمین درست ولی از این خونه ببرستن برای کنه داخل تا خونه ایخوان صحبت کنم باید چرا من باید شاخل تا نه باید جایی بشین قضیه یکی تو یکی شکوفه یکی همیه نباید یه داخل او خونه باید بیاین یه بار یه داخل او خونه اومد یا در او خونه اومد روزگار دا سیاهی کنم حواست هم بیه ایمان اگه امتحانی دارید کار کنید حالا بینیم تو فکر بچه‌انی سیتی باشونی کنی ما این چه آقا تو رد نداره که بخوام کمک واسم کنم من نکنم بچم اصلا به شما اصلا هیچ گونه اصلا به تو هم رد نداره که بخوام یا خواهد بار دوش خواهد هم بگیر نه چی بچه تا بلکنی برای سراغ بچه تا نجوری الا تلاق بری یه زن جهنمش بخاطر پیر رای میانه نواری زندگی خراب کردی تو خواهدی چه من از کنه برام بی‌احترامی نکن بی‌احترامی نکن واسه این راجع سلام واسه این سلام خراب کردی فقط در این خونه نگیست کم یه برای بلش کن کن بلش کن فعلا تری چی بابره میکنه فعلا تری چی بابره داخلی مستن گذاره شده فعلا بشه سرا حوصله شما مادر برو داخل اتاق کار دارم حالا هم بیا برو ولی نبینیمش ایخوام اصلا نبینیمش نه منازعه خراب شد این مسائل تمرین داخل دست با کار دارم باید بله بشی کار دارم بلش کن بلش کن ناراحت نبو بلش کن بیا اینو بشی بشی بیا بشی این مسائل تمرین شما هم الان قرار هم اصلا از کور بردینه میشه با من نبوزیم دارید نفسه
کی بردیشون؟ همین زوری بردش. الانم بار اول آخر بود که بچه من بریم از مزدا شکلی بریشون یک بار دیگه حق نداری بچه من اصلا از اون داخل کوهستان با خود بری جایی یا مدرسه یا خونه تو یا هر جایی که بخوای بری حق نداری با خود من بریش حق دارم. هیچ حقی نداری و همش مایی حق دارم. وقتی تو نفرشو نیستی متسکنم. من با آقا فرشو. تو یه خار منی احترام دارم و یا نه عین همین ابوالفضل عوضی از این خونه بهتون سر حواست جمعی یک بار دیگه هم حق داره که بخواد دخالت به داخل زندگی راستی یکی راستی بشین اصلا بچه‌ش زحمت چیدی باید مادر به دست کنه دست از سایمون از استادش کوپر چی من باید نازه تا ایجاری سی نازه تا این من قصرت قصرت بیرون وقتی به ناز بیری چه کوپری ماست بیاد شروع تو بخری سلام با چی است چه نظارتی بششون پدر الان وقتی که الان ابوالفضل برادر منه از یه خونین یا خب خیانت کرد پشت سر ما وقتی که ما زنم طلاق نامه وقتی که بچم یا در خونم رده بود اصلا نگاه میکنه یا رده بود رفت این دارن زندگی منه دارن کلن اوریزی کنن دارن برعکس چی کنن زندگی منه نابودم چی کردن الانم پدر تو اصلا خودت مثل جای مو تو خودت مثل جای مو چه روزی رفت وقتی بچه نگاه نکنه وقتی که او ابوالفضل نومد روزگار وقتی که زن و طلاق نامه الان درخواست طلاق رسیش الان چه روز رو داره اصلا تو خودت مثل جای مو چه روز داره بلا حاجی ما یعنی پدر یک خارجی بگوره اصلا کنه همش اشتباهه داره یعنی بلا حال اصلا میبره دست در نکنه مسلم الان خدمت تموم میده آمده تموم شد ما دیروز شما داخل کوهستان در خونه شما دیروز دیان چه بی؟ مشکل تو چه بی که دعوا تو بی با ابوالفضل و اینو؟ حالا علت ما رو دیان اسلو بی ابوالفضل من خواستگاری با ایناس خواستگاری میشه من خواستگاریش درسی کرده بس یعنی تو پدر از روزی که تو با تارام و اینومه با او فرزانه و شکوفه بود همه تو کلن با هم دست زمین اومه داخل کوهستان چه روزی بی چه برنجار و النا درست چه براتون کبابم را بستیتون و بس اون روز همه چیز نقشه که من چشیده دیم که بیاین این کارو بکنی یعنی مطمئن بودو؟ یعنی شما نمیدونی چی درخواست بدید ابوالفضل برای ازدواج اینا؟ خب باشد حالا شما یعنی مطمئن بودم که شما نمیدونی خواستگاری
همه دروغه؟ بله بله متهم تو خیلی سفیری چیز حب دروغی زنی نه بابا آرام زنگ زن با نه نه بابا صبر تا ببینیم میگه چه الان زنگ زن ما خدمت بیرون خب آرام زنگ زن چند تا آرام زنگ زن الان داره ابوالفضل رفت خواستگاری سی ابوالفضل من خدمت بیرون خدمت اون بیرون نترسم بیرون مرخصی چی هم نهاشم تو بیام یه کار چیرون نه ارادم ها دروی سیسی درویه چطور دروغه؟ چطوری دروغه؟ بابا وقتی که این بلا داره مثلا رد پیشیایه همش دروغه؟ وقتی این دروغی گو وقتی این دروغی گو مادر بچه دروغ کنی مادر این هم حقیقته؟ چرا من نشستن با هم صحبت کردیم درخواستانه چرا برای خواستگاری؟ شکوه ریحان فرزانه درخواست دان بید که ریحان این اجازه درخواست بدون مسئول فرد بره ابوالفضل بله من خواهش میکنم التماس میکنم این کار رو بابا نکن دروی هست دروی با ناراحت فعلا یه چوی بخریم نه بلاد دیاد سویه میباید احمد دروی دروی میخوام دروغ نیستی رو یه دروغ نیستی خبر نه ما حقیقت شد داریم میگویم دروغ نیستی تا ریش سفیره ما احترام تا داریم روی ریش سفیره یه هر دروغ نیستی یه هر حقیقت راسته داری زنی هیچ بخت ما دروغ نکنیم میخواستم این زن زندگی مسئول بروید هیچ بخت تنیل مش زندگی ابوالفضل بیاری وقتی درخواست نیستی فرض رو واسه بودن در روزی شکل نیست نه نیلیم هیچ بخت هم نیو نخواهتم بگو ای نازم با ابوالفضل نخواهد بگو الان سیدی مسئول بیا میمای بخر فرام تو بیا طرفی که میمای بخری بفرمایید خیلی ممنون بفرمایید یه میوه بخور بیا یه میمای بخر خیلی ممنون آقا مسعود. نوش جونت یه گوشه بده امیای ما کیه؟ میوه چی کی گفته؟ من ماسته مواد شو ماست تو خیلی؟ خدمت من خدمت داشتم و بی اومد اگه مال ابوالفضل آدم نه. اگه مال ابوالفضل تو نخرم اگه ابوالفضل آدم خیانتکاری اگه مال ابوالفضل نخرم را خیامون سر خدمت و برام رنج سرم شو برده دست دادن نکنه ماسته بخیر نتنی خرید نه خرید تو؟ نوشم تازه خماسته بخر خود بخر میخوایی اصلا تو؟ صاحب الفضل میستم چه شده؟ شناسیسی اصلا اینو رسد که اینو بسنه سر داخل خونه خمون اصلا مستمی چند سال خدمت بگیر اصلا پیل چرای نرای خب من ایران کاری چرم پیل چراشی چرای اونه نیدم مسئول اصلا سکاره چرا نمید داخل خونه با سرا زن خوی زنده چرای کوی اصلا اصلا که منو بسرا و سرما داخلی اون زمستونه باید بونش سرا بشو که والفعل میخواهد باشه زد بس بکشی تا خوش ادامه بسیار سوال خیلی رو شوی زن ما خدم باید برو سرا بطلی چی؟ تو انتظار بستشون مکوبه شانسی نشستی برو سرا آبیاری بشی ما هم دابیر بشی اما بیر دابیر بشی برو چیزی بشی بر بشی تبه بشی تا بعد سطح حساب سنه می سر بینام و تمیزت کنم برو سرا بس وسق اصلا به سرا بیرو یا مست تو بیا بخری بشی اینو بشی برو مست بیرو
بزرگمونه هوا نمیشه کدوم بشین بگو با ول که بسه بشین از یو اما هم ده سال شد تو سنه ده سال سنه یا بابا بشین تمام میخوام من چند سال باید باید تمیزی برای سر مثلا باید صحبت چی نام نمیخوایی که وقت تو بگید زایان نتونی میخوام نگرد وقتی که یشینه اصلا نباید بده مو یه دقیقه نمیتونم بشینم از این چی بشینه جلوی چشم این جلوی چشم فقط باید بره بیرون برو ببر اصلا بیرون برو بیکار بدش کو باید اصلا برای سر اصلا زندگی جرای یا داخل کوی زندگی چرای چند سال چرای ناریدو باید ماست چرا خونه نیدم با مخمن بو سرا باید ماست با برای این بعد نه حق داری داخل کوهستان دخالت کنی نه حق داری داخل یه خونه دخالت کنی این خونه از زمانی که گوش کن گوش کن زمانی که این خونه نه کرایه کردم تو هنوز بچه بیری گوش کن هنوز این قد بیری الان هم به زوجه بیری سی خود کرد رو مری این فکر از طرفی بیرون گوش کن مادر از زمانی که این خونه را کرایه کردم این اصلا کوری بیره محصول چرا هشتی ایشان نمیبینیم که تجوبی اولی دیندا هم نمیبینیم سر ما داخلش بلند محصول کاری کنیم یه چیز سرات باید نگاه کن اول پس فقط گوش کن اگه بخوای دخالت کنی داخل زندگیمون اگه بخوای بی احترامی کنی با مادرمون از این خونه بود از صحرا تا راحت اونو چه رفتنه که بره پیکاره حواست هست مادرمون چه بی احترامی هم میگیره بابا جلوتای با ما به احترامی رفتار کنیم با خدا بگویسی صحبت کنیشا تو بابا تو میونی یه داره یه حرفای سی خوشی داره که خودش هم دونه داره چی کنه ما هم از این داره میرم بابا ولی یک بار دیگه نبینمش داخل کوهستان بیا دخالت کن داخل زندگیمون بار اول آخرش میگه پیداشی بزرو الان هم تو جلوی تو فقط یعنی الان کاری بهش نکردم اگر تو هم از این نبینیه بابا کاری بهش کردم که یعنی خوش بشیمونو بی از روزگار دست پاشش کنم حواست جمعی باید هم موضوع خود بود تو جریان هم کلن در جریان بود که بخوایم مشکلاتمون از دور حل کنیم داخل کوهستان حتما یه سری بزن تا اون جریان اون مشکلمون حل اصلا کنیم در زندگی تو دخالت چون اگه ناز نترا به دراغش برو برم کار ناز نه نه این حرفا فقط در اصلا واسه خود بزن این چرا گفته تو بذار کنار ما دارم میرم دیگه کاری بابا سلامت ولی از یک باریه ابوالفضل یا فرزانه یا شکوفه باشو بخره به او کوهستان بهشو بگو که بدی بوزی همین الان دارم به توی گم داره گوش میگیره به شکوفه هم برسون کاری بود نیدم دخالت که کار نبود بهشون هم بگو ناز ریسپکت نیابی اون چیزایان خواهم جیریه باید حتما بیا پیگیری کن چو بچه هم حتما برگردونیم باشه بیا یه بلا بستشو بوید تاشم که من موبیل باشه هم اون ریانه هم چیزه هم النازه الناز خیلی داره فقط کلک بازی کنه بچه هم حتما برگردون تا بیاسته زندگی فرزانه تا هم بتونم بچه هم با کلن یه جدوی سر زندگی بخوای زندگی رو خراب کنی زندگی همه تونه کلن همه تونه خرابی کنم حتی تو وقتی بسیار نگانی کنه بسیار بیام زندگی ماست میاد دلتشون با برای پیکار باش برای سهام برای باریان زندگی تو فقط باید بخاطر چی باریانه بلا وقتی دارم تو نباید تو دارم میرم کار داری برم به سلام بچه ها خدا حافظ خدا حافظ ولی مسلم جلوشو بگیر وگرنه اگر یک بار دیگه بخواد دخالت به داخل زندگیمو بلا واسه چی برام تو یه چی هم بهش گفتم برسون که اگر یه بار دیگه بخواد دخالت کنی داخل زندگیمو بدی بینی حواست جمع بینی ما دخالت بکنی دانی تا افکار برد بعضا این حرفا نزن
خواهش میکنم حرف نزن جلوی شما باشه طرف من باشه طرف اما از زمش شما باشه خالتی گیری بلش کن بلش کن واقعا بلش کن بلش کن من خواهد غلط کنی رو یه خیلی غلط کنی ها بگم برای ساعت صحبت بلش کن خدا میرم بلش کن باید موازه خودتا بیام حتما جلوشو بگیر اگه یه بار بخواد بیاد دخالت کنه بهم بگو که بیام سراغش حتی این فرزانه باشه که هم دست داره بهم خبر بده فقط خداحافظ مادر خداحافظ 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 سلامت سلامت مادر حتما پیگیری کن حالا مثلا او کاراشو همشون کلا اون همشون ردیف کن و برگردونشون بیاشو تا زندگیش بیاشو تا ببینم شو خداحافظ مادر قصه زنده مسعود خراب شدی همزه خیلی زنده من خراب کنی چه اگر خیلی بیا داخلی خونه میرن میاسم یا ما یاسم یا تو اصلا قبول نکنم تو بیا داخلی خونه چه تا بچه برازم قبول فاشل تا بچه رو میخواد داخلی خونه اصلا